بزرگترین کلاهبردار تاریخ ایران، از فروش دادگستری تهران تا فرار از زندان اوین. قرار امروز بزرگترین کلاهبردار تاریخ ایران رو معرفی کنیم، پس تا آخر این ویدیو همراه من باشین. مهدی بلیغ که به آرسن لوپن ایران معروفه، یه آدم فوق‌العاده باهوش و زرنگ بود که تو دهه‌های 30 و 40 شمسی کلی کلاهبرداری‌های بزرگ انجام داد. فروختن کاخ دادگستری. بلیغ یه بار کاخ دادگستری تهران رو به 2 تاجر خارجی فروخت. باورت میشه؟ بلیغ برای اجرایی کردن کلاهبرداری تاریخی خودش رفت سراغ اتاقدار وقت دادگستری و دفتر کار وزیر رو برای چند ساعتی اجاره کرد. بلیغ برای فریب دادن تاجرای آمریکایی 200 دمپایی پلاستیکی جلوی اتاقای دادگستری قرار داد تا شبیه یه ساختمون مسکونی به نظر بیاد. آمریکایی هم سر وقت اومدن و بلیغ کل ساختمون رو بهشون نشون داد. اینجوری شد که آمریکایی‌ها ساختمون رو پسندیدن و توی همون روز 500,000 تومان بهش پرداخت کردن و قرار شد بعد از مراحل قانونی 10 روز بعد ساختمون رو بهشون تحویل بدن. آمریکایی‌های بیچاره بعد از اینکه متوجه شدن داستان چیه، بلیغ کشور رو به مقصد مصر ترک کرده بود. بلیغ یه بار میخواست برج آزادی رو هم به یه تاجر فرانسوی بفروشه، ولی نقشش لو رفت و دستگیر شد. بلیغ با جعل هویت و عناوین مختلف از آدمای پولدار کلاهبرداری میکرد. مثلا خودش رو به جای مقام دولتی یا تاجر جا میزد و با وعده‌های دروغین پول مردم رو بالا میکشید. با وجود اینکه بلیغ یه کلاهبردار بود، اما در برخی موارد به نیازمندا هم کمک میکرد. اون از پولای کلاهبرداریش به فقرا و افراد بی سرپرست کمک مالی میکرد. بلیغ به چند تا زبان مسلط بود، از جمله انگلیسی، فرانسوی و عربی. این مهارت به اون کمک میکرد تا با افراد مختلف از ملیت‌های گوناگون ارتباط برقرار کنه و اعتماد اونا رو جلب کنه. بلیغ خیلی باهوش و زرنگ بود. خیلی خوب بلد بود که چطوری مردم رو فریب بده. با ظاهرسازی و دروغگویی طعمه‌هاشو به دام مینداخت. بلیغ خیلی جسور و بیباک بود. از هیچ کاری برای رسیدن به اهدافش نمیترسید. اون 4 بار از زندان فرار کرده بود. بار اول تو سال 1343 بود. مهدی بلیغ با همدستی چند تا زندانی دیگه تونلی به طول 20 متر توی زیرزمین حفر کردن و از زندان فرار کردن. این فرار بلیغ رو به عنوان یک مجرم زیرک و جسور به شهرت رسوند. بار دوم با دادن رشوه به نگهبانای زندان مشهد تو سال 1349. بلیغ با پول دادن به نگهبانای زندان مشهد تونست بدون هیچ مشکلی از زندان فرار کنه. این فرار نشون داد که بلیغ برای رسیدن به هدفش از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنه. بار سوم بالا رفتن از دیوار زندان اوین تو سال 1352. بلیغ با استفاده از یه طناب از دیوار بلند زندان اوین بالا رفت و فرار کرد. این فرار جسارت و مهارت بلیغ رو تو فرار از مکانهای امن به نمایش گذاشت. و بار چهارم با لباس زنانه تو سال 1357. بلیغ با پوشیدن لباس زنانه و چادر تونست از زندان قصر فرار کنه. این فرار خلاقیت و قدرت فریب بلیغ رو نشون داد. ولی بعد از فرار چهارم بلیغ 2 سال زندگی مخفی داشت تا اینکه تو سال 1343 دستگیر شد و به زندان افتاد. بعد از آزادی از زندان هم دوباره شروع کرد به کلاهبرداری تا اینکه توی سال 1360 تو تهران به قتل رسید. مهدی بلیغ به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران شناخته میشه. داستانه کلاهبرداریاش بین مردم رواج پیدا کرده و به نوعی به فرهنگ عامه تبدیل شده. حتی چندین فیلم هم از داستان زندگی بلیغ ساخته شده. رسیدیم به پایان ویدئوی جالب امروز. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و کانال داناشور رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو فعال کنید تا کلی ویدئوی جالب و جدید دیگر رو از دست ندین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.